امیدوارم حالتون خوب باشه. من ساقیم، ساقی کتاب، و به این ویدیوی من خوش اومدین. توی این ویدیو میخوام کتابایی که توی تیر ماه خوندم رو بهتون معرفی کنم که 6 تاست و تقریبا کتابای خوبی بودن و اکثرشون رو دوست داشتم. اولین کتابی که این ماه خوندم کتاب تمام خشم من اثر صبا طاهره که جدیداً یه مجموعه کتاب ازش معروف شده، اخگری در خاکستر. من اینو چون از قبل داشتم گفتم بخونمش و اتفاقا توی یوتیوب فکر کنم آنباکسش کرده بودم، تازه خریدم و واقعا باورم نمیشه اینقدر قشنگ بود. اصلا فکر نمی‌کردم اینقدر خوشم بیاد و خیلی از خوندنش لذت بردم و تبدیل شد به یکی از کتابای مورد علاقم. داستانش راجع به دختری به اسم نور که پاکستانیه و وقتی کوچیک بوده توی شهرش یه زلزله خیلی وحشتناک میاد و خانواده‌شو از دست میده، یعنی پدر و مادرشو. عموش اون رو از زیر آوار نجات میده و حالا با خودش میاره آمریکا و خب کل زندگیشو با عموش زندگی میکنه. الان بزرگ شده و خب دوست داره بره پی رویاهاش و آرزوهاش برسه و خیلی بلند پرواز نور، ولی یه چیزی جلوشو گرفته و کلا عموش از ایناییه که میگه تو نباید اسم پاکستان رو بیاری، باید فراموش کنی که مسلمانی. خوشش نمیومد بره مسجد و کلا دوستم داشت با افراد پاکستانی دیگه ای که حالا تو این کتاب باشون آشنا میشیم ارتباط داشته باشه و خلاصه خیلی گند اخلاق بود عموش و خیلی ازش متنفرم. بخونی متوجه میشین چی میگم، ولی کلا کتابش خیلی قشنگ بود. نویسنده قلم خیلی خوبی داشت و خیلی جاها جمله های قشنگ داشت که باعث شد من حسرت اینو بخورم که چرا استیک نوت ندارم بتونم علامت بزنم توشو، ولی حتما میخوام برم بخرم یه بار دیگه اینو بخونم و همه اون جمله‌های قشنگیشو هایلایت کنم، استیک نوت بزنم که هر وقت دلم براش تنگ شد برم دوباره بخونمش. پس اینو حتما توی لیستتون قرار بدین و بخونین، مطمئنم خوشتون میاد. کتاب بعدی که خوندم کتاب رازان اتاقه که اینو هم تقریبا تازه خریدم، آنباکسش توی پیجم هست. داستان جالبی داره. موضوعش راجع به آقایی که تازه وارد شغل جدیدش شده و داره سعی میکنه با محیط اطراف و همکاراش و اینا خوب بگیره و آشنا بشه. اونجا یه روز که داشته میرفته دستشوی اشتباه یه در دیگر رو باز میکنه که تا حالا توجهش به اون جلب نشده بود، ولی خب اون روز نمیره توش چون وقت نداشته و باید به کاراش میرسیده. بعدن دوباره هم میره سراغش و میره توش و کنجکاوی میکنه و اینا. کم کم متوجه میشه کسی جز خودش اون اتاق رو نمیبینه و الان نمیدونه که واقعا اون اتاق وجود داره یا همکاراش دارن اسکلش میکنن و نمیخوام بهش بگن که واقعی و دارن یه کاری میکنن که این دیوونه به نظر برسه. کتاب موضوع جالبی داشت، سریع پیش میرفت ولی زیاد برای من جذاب نبود. شخصیتش یه ذره رو مخ بود، شخصیت اصلیش، و زیاد خوشم نیومد. خوندنش تجربه جالبی میتونه به حساب بیاد ولی اونقدرم حالا روش حساب باز نکنی. به عنوان یک کتاب رد پایین میتونه گزینه خوبی باشه. این کتاب ناشناخته است که یکی از جذابترین کتابایی بود که تا الان خوندم. همونطور که میبینی خیلی کوچولو موچولوه و راجبه آقایی که داشته از سفر کاری برمیگشته تصادف میکنه و میره تو کما. 3 روز توی کما بوده و بیمارستان بستری بوده، ولی تو این تایم همسرش نمیاد بهش سر بزنه و وقتی هم مرخص میشه هیچکی نمیاد دنبالش. خودش میره خونهشون، زنگشون رو میزنه، میبینه یه آقایی در رو باز میکنه و اون آقا میگه که مثلا شما اینجا چیکار میکنین؟ اینم میگه که من اومدم خونم، تو خونه من با زن من چیکار میکنی؟ و اون میگه که این زن منه، این خونه منه، تو کی هستی؟ و همون زنش هم میاد اینجا میگه که تو کی هستی اومدی در خونه ما، من تو رو نمیشناسم و اینا. ولی عصبانی میشه، فکر میکنه مثلا زنش داره بهش خیانت میکنه و اون خانم آقایی که تو خونه بودن همسایه‌ها رو صدا میکنن، همسایه‌ها هیچ کدوم اینو نمیشناختن و خب برای این تعجب برانگیز بود که چرا حتی همسایه‌ها و نگهبان ساختمون رو هیچکی منو نمیشناسه. و اون آقایی که تو خونه بود حتی کارت شناسایی داشت، پاسپورت داشت، همه چی قانونی بود، اینجوری نبود که بخواد الکی ادا در بیاره. و موضوع جالبی داشت، پایان بندیش خیلی عجیب غریب و شوکه کننده بود، خوشم اومد ازش. اینو پیشنهاد میکنم حتما توی لیستتون بذاریم و اگه از اینجور کتابا خوشتون میاد مطمئنا از اینم خوشتون میاد.
و شنیدم یه فیلم هم ازش ساختن که خودم ندیدم هنوز، دوست دارم ببینمش. اگه شما دوست داشتین اونو هم ببینید. کتاب بعدی کتاب آینده ماه که راجع به دختری که تو سال 1996 زندگی میکنه و اون موقع تازه کامپیوترها و گوشی و اینا داشته روی بورس میومده دیگه. باباش براش یه کامپیوتر میخره و این با دوستش میان اون کامپیوتر رو راه بندازن و اینا. دوستش یه CD اینترنتی داشته، حالا نمیدونم دقیقا اون موقع اینترنت چطوری بود، ولی اینا با CD فکر کنم اینترنت رو بالا میارن. اسمش هم گفته بود ولی الان یادم نمیاد. اینترنت که بالا میارن با یه چیزی به اسم فیسبوک روبرو میشن که خب هیچ ایده‌ای ندارن این چیه. میرن توش میبینن یه سری پست آپلود شده دقیقا تو همون تاریخ 15 سال آینده و به اسم همین دختری که ما الان داریم از زبونش داستان رو میشنویم. و خب این خیلی تعجب برانگیزه و هر کاری که توی زندگیشون الان انجام میدن روی اون پستایی که بعدن آپلود میشه تاثیر میذاره. یه جوری انگار اون برنامه داره بهشون میگه آیندهشون چطور قراره بشه. و اینم خیلی جالب بود موضوعش و تا حالا ندیده بودم توی کتابی. پایان بندیش هم خیلی دوست داشتم. یه رگه‌هایی از رمانس و اینا هم داشت که اونم خیلی قشنگ بود. پیشنهاد میکنم اگه کتابای تینیجری و علمی تخیلی و اینا دوست دارین اینو حتما بخونین. گزینه خیلی خوبی میتونه باشه. کتاب بعدی کتاب یک مرثیه برای عشقه که داستانش جالب بود و غم‌انگیز. راجع به 2 خواهر دوقلوئه که به هم چسبیدن و خب کل زندگیشون پر از چالش بوده، پر از نگاه‌های عجیب غریب مردم بوده که اینا رو عجیب الخلقه میدونستن، ترحم بهشون می‌ورزیدن و کلا زندگیشون یکم چیز دیگه کامل مشخصه که چطور میتونه باشه. و من فکر میکردم خیلی کتاب جالبی میتونه باشه که از دید این 2 نفر زندگی رو نشون بده و همینطوری هم بود. ولی یه جاهای خیلی الکی کش داده شده بود. نگاه کنید خیلی طولانیه، 400 صفحه است، 400 خورده و متنش همه اینطوری کوتاه کوتاهه، طوری که من وقتی خریده بودم حس کردم اشتباه و این شعر داخلش داره و اگه اینطوری نمینوشت نصف این بیشتر نمیشد کتابش و حتی اگه اون متنای اضافهش هم پاک میکرد کمتر هم میشد و میتونست همون موضوع بیان کنه و الکی اینقدر کش داده نشه. در کل آخراش یه ذره هیجان انگیز شد ولی زیاد خوشم نیومد. میگم باز موضوعش جالبه ولی نتونست بود خوب در بیاره نویسنده. البته این نظر منه چون امتیازات خیلی بالایی داره این کتاب، شاید بقیه خیلی خوششون اومده باشه. من زیاد لذت نبردم. اگر از موضوعش خوشتون میاد براتون جالبه میتونه گزینه خوبی باشه. آخرین کتابی که خوندم کتاب جعبه دکمه گوندیه. البته اگه اسمشو درست بگم یه کتاب کوچولو موچولوی با مزه است که همین دیروز برداشتمش و خواستم بخونم و چند ساعت بعدش تموم شد. راجع به دختر 12 ساله‌ای که وقتی داشته تو پارک میدویده و اینا یه آقای میاد سر راهش و بهش میگه که مثلا بیا بشین حرف بزنیم و اینا. اینم اول میگه نه تو غریبه، من نباید با غریبه حرف بزنم و خلاصه حالا میشینن یکم رو صندلی پارک با هم صحبت میکنن و اون آقا بهش یه جعبه میده که روی اون جعبه یه سری دکمه قرار داره و هر کدوم از اون دکمه یه سری کارهای جادویی انجام میدن و وظیفه گوندی الان اینه که از این جعبه مراقبت کنه و بدونه چه زمانی کدوم دکمه رو باید فشار بده و کدوم دکمه رو نباید فشار بده. و گوندی دختر 12 ساله است و چالشایی که با این جعبه داره به نظر من خیلی جالبه. اگه یه کتاب مثلا کودکانه و اینا دوست دارین این خیلی گزینه خوبیه و برای بچهای مثلا 10 تا 15 سال میتونه خیلی جذاب باشه. اگه همچین کسی دور اطرافتون هست این میتونه هدیه خوبی براش باشه و من به عنوان فرد 20 ساله هم خیلی ازش لذت بردم. و کلا اگه از داستان کودکان خوشتون میاد اینو هم حتما توی لیستتون قرار بدین و بخونینش. کتاب اول از نشر میلکان بود که من از ترجمهش خیلی راضی بودم و واقعا روون بود و باعث شده بود من از کتاب بیشتر لذت ببرم. خیلی خوشم اومد. این کتاب از نشر سده اگه درست تلفظ کنم هست که اینم ترجمه خیلی خوبی داشت و روون بود و تونسته بود اون شخصیت رومخ داستان رو برام قابل تحمل تر کنه. کتاب ناشناخته از نشر البرزه که اینم واقعا خوب بود و روون بود و لذت بردم ازش. آینده ما از نشر تندیسه که خب اصلا نیاز به تعریف نداره، همتون میدونین خوبه و سانسور هم نداشت. البته فکر نکنم نیاز به سانسور هم داشته باشه کتابش ولی خب خوب بود، کامل مفهوم رو رسونده بود. این یکی هم از نشر هوپاست که هوپا معمولا فونت خیلی ریزی داره ولی این یکی نمیدونم چطوری استثنا فونتش خوب بود و بزرگ بود و خوب بود. من لذت بردم، ترجمه خوبی داشت. آخری هم از نشر خوبه که اینم ترجمه خوبی داشت، روون بود و داستان جذاب تر کرده بود.
این ماه از کتابایی که خوندم خیلی راضیم و واقعا از خوندنشون لذت بردم، حتی اگه موضوعشون زیاد برام جذاب نبود. شما این ماه چه کتابایی خوندین؟ اگه دوست داشتین توی کامنت ها بهم بگین و یادتون نره اینستامو فالو کنین، اونجا هم کلی راجع به کتابا صحبت میکنیم. معرفی اکثر این کتابا دونه دونه توی پیجم هست و اگه دوست داشتین بیاین اونجا. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی، خدافظ.